آیا کتله و وزن اجسام دو کمیت یکسانند؟ کتله و وزن دو موضوعی است که بیشتر مورد مغالطه قرار میگیره یا به اصطلاح بگوییم مردم کمتر به تفاوت اونا توجه دارند، در حالی که کتله و وزن کاملا دو کمیت متفاوت است بر یک جسم. کتله اجسام ما شما قبلا تعریف کردیم که مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم است یا مقدار ذراتی که یک جسم تشکیل میده ما شما برازو میگیم کتله. و اما وزن مقدار قوه جاذبه زمین است یا قوه‌ای که زمین بالای اجسام وارد میکنه تا او را جذب کنه یا طرف خود کش کنه. ما و شما تفاوت عمده دیگری که میتونیم برای کتله و وزن بیان کنیم است که کتله اجسام نظر به ارتفاع ثابت است. یعنی هرگاه ما و شما کتله یک جسم تغییر میتیم یا یک جسم نظر به ارتفاع بالا میبریم یا در یک موقعیت دیگه تغییر میتیم، حتی از سطح زمین دور میبریم، کتله تغییر نمیکنه، کتله ثابت میمانه. ولی با دور شدن از سطح زمین یا تغییر ارتفاع برای وزن اجسام وزن متغیر میشه یا در وزن تغییرات میاد. هر قدر ما و شما از سطح زمین فاصله میگیریم قوه جاذبه زمین کم میشه، اجسام وزن خود از دست میده یا وزن اجسام کم میشه. برای اندازه گیری کتله و وزن اجسام ما و شما دو وسیله مختلف استفاده میکنیم. هرگاه بخوایم کتله اجسام اندازه کنیم از ترازو استفاده میکنیم، اما برای اندازه گیری وزن اجسام ما و شما وسیله دیگه داریم که عبارت از قوه سنج یا نیوتن متر است که ما و شما اینجا دو نمونهش داریم. ما دو اندازه گیری از وزن اجسام اینجا اجرا میکنیم، ببینیم که تفاوت بین کتله و وزن در چیست. من یک نمونه از کتله فکس شده یک جسم فلزی را دارم که دارای کتله 200 گرم است و یک جسم دیگه که کتله از قبل تنظیم شده 100 گرم داره. اگر ما و شما بخوایم که وزن کتله از این جسم 200 گرامی را پیدا کنیم، ببینیم دارای کدام وزن است. جسم ما و شما دارای کتله 200 گرم است که اگر با واحد کیلوگرم را محاسبه کنیم یک کتله 0.2 کیلوگرم بشه. وزنش هم میبینیم که دارای کدام وزن است، یعنی چقدر وزن داره. من میگیرم جسم خود در اینجا نصب میسازم، ببینیم که این دارای کدام وزن است. شما میبینید که یک جسم با کتله 0.2 کیلوگرم یا 200 گرم وزن 2 نیوتن داره یا دارای وزن 2 نیوتن است. کتله دیگه ما شما است 100 گرم یا با واحد کیلوگرم یک کتله 0.1 کیلوگرم. اگر ما شما بخوایم وزن از این اندازه کنیم، ما از فنر دومی استفاده میکنم. شما میبینید که کتله دومی دارای یک وزن 1 نیوتن میشه، یعنی 0.1 کیلوگرم از این کتله یک وزن 1 نیوتن دارست. ما شما میتونیم با اجرای این فعالیت و تشریح یک تعریف واضح از کتله و وزن اجسام و همچنان وسایل اندازه‌گیری کتله و وزن یک تعریف واضح و بهتر خوبتر را برای وزن و کتله اجسام ارائه کنیم.